سخنران بعدی آقای مولوی نظر. آقای مولوی نظر محمد. آقای الحمد لله كفى والصلاة على رسوله المصطفى اما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرانم، قصد سخن نداشتم، اما مسائلی پیش آمد ناچار شدم که خدمتون کلماتی صحبت کنم. در این زمان که کشور ما به فضل خدا و جان‌نثاران و رزمندگان جوانی که در جبهه‌های جنگ و در داخل کشور با دشمنان اسلام و کشور می‌جنگند، من شرم دارم راجع به مسائلی درباره منطقه و یا درباره مسائلی دیگر بحث کنم، ولی می‌بینم دوستانی میان پشت این تریبون مجلس به احساسات مذهبی ما توهین می‌کنند. شما پریروز شاهد سخنرانی یکی از دوستان بودید که به اصحاب رسول در جنگ جمل منافق گفت و به معاویه که مورد احترام کلی اهل سنت هست شیطان بزرگ نامید و این انشالله خواهید خواند. به هر حال و من از شما تقاضا دارم، تمنا کردم، خوب میگه، خیلی هم خوب میگه و خودش مسئول گفته خودش هست. چون آقای خلخالی نمیگذاره من صحبت کنم، من صحبتم قطع میکنم. برای اینکه نظر من نیست، این نظر نوشته روزنامه شماست و گفته های آقای انزابی اگر خواب بودید، آقای انزابی به موضوع شیطان بزرگ گفت و به اصحاب رسول منافق در جنگ جمل گفت، در صورتی که اینها کسانی بودند که جان دادند به خاطر اسلامی که شما امروز دم از آن می‌دارید. اینها بودند که در تمام جنگ‌ها در مقابل پیغمبر سیره سپری می‌کردند. چطور می‌شود که شما چیزی را از پریروز تا امروز تکذیب کنید؟ من از شما تمنا دارم همانطوری که مسئله از وحدت هست، وحدت شیعه و سنی هست و ما هم گفتیم که شیعه و سنی با هم در یک صف با دشمن اصلی بجنگند. چطور شما میایید پشت این تریبون مسائلی مطرح میکنید در مجلس؟ ما در کتاب‌ها چیزایی دیده بودیم، فکر میکردیم اشتباهاتی، ولی وقتی میبینیم در مجلس اسلامی، در مجلس دولت اسلامی چنین اهانت‌هایی به صحابه پیغمبر میشود که مورد تایید اهل سنت هستند، چطور میشود برادرانم شما درباره ما فکر نکنید؟ چطور میشود شما ما را با خودتون، چطور میشود شما ما را با خودتون، اصلا از نظر ما فرق نمیکنه، از نظر شما فرق بکنه، ولی اهل سنت به تمام اصحاب رسول احترام میگذارد. اهل سنت معاویه را احترام میگذارند، بله طلحه و زبیر را احترام میگذارند. شما هر چی میگید بگید، من کار ندارم، ولی این احترام اهل سنت است. بله ما چند ماه نشستیم، شما دشنامه را دادید، همه چیزا را گفتید، ما هیچی نگفتیم به خاطر وحدت. الان شما چرا میگویید نمیگذارید ما حرف بزنیم؟ پس اگر شما میخواید ما دامن نمیزنیم، شما دامن بزنید. دوستان ما دامن میزنند. به خدا قسم اگر ما اختلاف میخواهیم، به خدا قسم اگر ما میخواهیم که در کشور ما اختلافی وجود بیاد، ولی شما ها هستید دوستانم فقط چون در منبرها در منابر عادت کردید به بدگویی، به بدسخنی، اینجا هم میاد بد میگید. در صورتی که اگر ما مسلمان هستیم چرا به دیگری بد بگیم؟ مگر رمضان نیست؟ مگر قرآن به بت‌ها دشمن دادن را مانع نکرده؟ مگر قرآن
از بیهوده گفتن معنی نکرده؟ چرا ما باید بیهوده بگوییم؟ آیا مسائل دیگر نیست که ما مطرح بکنیم؟ باید ما بیایم مسائل 1 سال 1400 سال را مطرح بکنیم؟ چرا شما میایید به 1400 سال برمیگردید؟ بیاید از حال صحبت کنیم، بیاید به فکر اسلام از دست رفته صحبت کنیم، بیاید از بخاطر این اسلامی که جان میدهید درباره این نعره میزنید، بیاید در این باره بیاندیشید و فکر بکنید، نه اینکه درباره اختلافات قومی و مذهبی. از من شعاره واسه شعاری کسانی که خواستید دفاع بله این حرفای بعدی رو شماها بگوید. من اصلا شما مسئول این قسمتی. من خواهش میکنم از دوستانم، از برادرانم بیایید فکر بکنید و درباره ما و خود بیاندیشید، نکنید کاری که اختلافات مذهبی به وجود بیارید. و من همیشه میگفتیم، شما میگفتید امام گفت، امام همیشه میگفت وحدت اسلامی، شما چرا کلمات امام فراموش کردید؟ مگر حضرت امام نفرمودند تمام مسلمانان، تمام اهل کتاب در ایران مذهبشون محترمه؟ او چرا شما باید این کار را نکنید؟ فقط بیاد ترک عادت موجب مرضه؟ یعنی ما عادت کردیم حتما باید مسائل اختلافی رو در اینجا بیان بکنیم؟ نکنید دوستانم. من از شما تمنا دارم ما و تمام مسلمان‌های جهان درباره انقلاب اسلامی ایران، تمام دنیا درباره این انقلاب می‌اندیشد و تمام دنیا امیده که این انقلاب بود، دیگر انقلابی نخواهد آمد که مسلمین و اسلام را نجات ببخشد. ما تمام در فکر این انقلاب هستیم و شما هم در فکر این انقلاب هستید. و باز زمین ایمان، زمینی برای مسجد اهل سنت حضرت امام 2 سال قبل به مولوی عبدالعزیز دادن. برادران ما زحمت کشیدن. من تشکر میکنم از دوستانی مثل آقای اصغر اولادی و دوستان دیگری که درباره این زمین زحمت کشیدن، سندش هم صادر شد. 9 ماه در شهرداری تهران مانده. آقای نیکروش شهردار تهران 9 ماه فقط به خاطر این که به ما پروانه کار بده ما را معطل کرده و میدوانه، در صورتی که یهود، مسیحی، زردشتی در تهران عبادتگاه دارند. ما جدا نیستیم، ما با شما هستیم. یک مسجد به ما بدید، یک مسجد به ما بدید. مسئله این نیست اگر زمین شما دوست دارید یک مسجد به ما بکنید، دیدن این مسجد اهل سنت است. مسلمانان پاکستانی در مدرسه نماز میخوانند و ما سنیان ایران میریم پشت مسلمانان پاکستانی تو مدرسه اونا نماز میخوانیم. روزه هستم، نمیتوانم چیزهای ناجایزی مثل دوستانم بگم، ولی فقط آمدم اینجا از شما تمنا بکنم، خواهش بکنم این چند سالی رو ما رو در خدمتتون بپذیرید. ما اینجا نشستیم، قلب ما رو جریه دار نکنید، کاری نکنید برادرانم که ما به خاطر مسائلی مجلس رو ترک کنیم و بریم. اگر علی یا دیگر بزرگان ما هر چی بودن فیصله‌اش رو خودشون کردن، به شما نگذاشتن. آقای شجونی رو قاضی قرار ندادن بیاد اینجا قضاوت 1400 سال رو بکنن. اونا خیلی در سطح بالا بودن. شما یک جمله از کلمات حضرت امیر 2 دقیقه وقت دارید نسبت به اصحاب پیدا بکنید. من همین بود دوستانم، به چیزی نمیخواهم بگم و نمیخواستم بگویم، ولی سخنان دوست پری روزی من مرا مجبور کرد که من بیام این چند کلمه رو صحبت بکنم بدون غرض، بدون اینکه غرضی داشته باشم. خدا میداند، خدای تو شاهدی، ما همیشه وحدت مسلمین رو میخواهیم. خدایا تو شاهدی، ما انقلاب اسلام رو خواستیم. خدایا تو شاهدی، ما جمهوری اسلامی رو تبدیل تایید میکنیم. خدایا در تمام انتخابات شرکت کردیم، به دوستان ما رای دادیم، برای رئیس جمهوری هم رای دادیم، برای تمام دوستان وعده کردیم رای بدن. ما از شما جدا نیستیم، ولی خدا بکنه شما همین فکر را بکنید و تعصب را کنار بگذارید. دوستانم چون من وقت باقی خودم را با آقای انصاری دادم و ایشون درباره گلباف صحبت میکنم و زلزله، من صحبتم به اینجا کوتاه میکنم و شما رو به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای مجید انصاری 3 دقیقه وقت دارم.